4 اپریل در یک ساختمان در کوچه فرفوروفسکای نویه نیوه شهر سانت پترزبورگ روسیه حادثه ناخوش روی داده است. در اینجا در میدان ساختمان جسد یک شهروند 19 ساله تاجیکستان را پیدا کردند. معاین کرده شده است که این جوان هنگام انجام کارهای ساختمانی از قبط ششم ساختمان بنا به زمین افتاده جان داده است. بنا به اطلاع نشریه‌های محلی، این مهاجر تاجیک 3 مارس سال 2021 به روسیه آمده در شرکت ساختمانی اینوست همچون ارماتوربند کار میکرد. اسم جوان هلاک شده نشر نشده است. درباره این حادثه ناخوش به پلیس کارمندان یوری تاجیلی که به جای حادثه دعوت شده بود خبر داده است. بعد این کارمندان پلیس نیز به جای حادثه آمده به تحقیق آن سر کردند. در رابطه به مرگ مهاجر تاجیک بر اساس ماده ویران کردن قاعده‌های بی‌خطری هنگام انجام کارهای ساختمانی که سبب مرگ انسان شده است پرونده گشودند. هر سال بیش از 1 میلیون نفر از اهالی قابل کار تاجیکستان برای تامین زندگی عائله‌های خود به روسیه می‌روند و هر سال حدود 1000 نفر از مهاجران تاجیک در روسیه به علت‌های گوناگون به زندگی پدرود می‌گویند. فلاکت‌ها در جای کار و در مکان زیست از سبب‌های عمده مرگ مهاجران تاجیک در روسیه نام برده می‌شود.